این زندگی اکسیری دیگر میخواهد. این فلسفه تفسیری دیگر میخواهد. با میخی نو و خشت کهن نو نشود این خانه که تعمیری دیگر میخواهد. من دیروز مقدمه میشل هولبک رو بر کتاب شعریش که دیر باز چاپ نکرده بود و چاپ کرد خواندم و در اونجا می‌فرماید که شعر درد است. میان گفته او و میان فرموده های شما در مورد شعر همسانی یافتم و شما هم چندین بار گفته اید که شعر درد است. اگر آرمان مردم پیدا شدن یک شاعر اجتماعی باشد او باید تا کدام حد طاقت فاجعه را کند. شعر درد است، شعر درد است، دردی بی‌دوا. شعر شادی هم هست گاهی نکی شادی که کم میموند. انسان در همه حالت فریاد میکشد به هر زبان که جسمش درد میکند، روحش درد میکند. سرنوشت در گردش های بسیار جدی تاریخی چون شعر اجتماعی گفتید شاعرها را به وجود میارد. از اون که شعر چی است، درد است یا درد نیست، هیچ کسی چی گفته نمیتواند. ما هر چی که میگیم تخمین میگیم. اگر فاجعه نباشد شاعر تولد نمیشد. اما فاجعه چگونه فاجعه است؟ مثلا فاجعه انسان میگن که اگر شما یاد داشته باشید در یکی از داستان‌های روح اوریان و رابعه بلخی از نامش ما گفته بودم که اون وقت از نام خودم گفته نمیتونستم. خلق من 100 سال از من بساخت تا من این مشکل چنین آسان میرم. میگن که یک انسان است توی 100 سال میسوزم. یعنی که شعرم در تمام فاجعه انسان ها بزرگ میشود. همیشه درد، فاجعه پدر و مادر همه آفرینش های انسان است. و در صف این در قطار این پیش از این فاجعه عشق. من میشه میگم وقتی من عشق میگم شما همون تخم کردن مرغا را چجا برآوردنشون در نظر نگیری، هرچند که اونم او چیز طبیعی است. وقتی من عشق میگویم عشق انسان مجبور میکند که وقتی که مثلا بی عدالتی از وقتی فاجعه است و یک انسان شاعر تولد میشد و نمیتوند خاموش باشد. حتی در مقابل کمان، در مقابل تیر، در مقابل مرگ نمیتوند خاموش باشد و همونایی که خاموش نیستند تا امروز شاعرانند. می توانید از حادثه نام برید که در قلب یک طفلی به قول شما قشلاقی در شکل یک درد بزرگ پیدا شد و حالا شاعرای برکمال را ما می‌بینیم. مرگ مادر نازنین من که سر فرزند رفت در بالای زانوی من چند ساله. من با کلی بزرگ کرد. من اصلا کودکی نداشتم. مادر کلان ما گفتم که بیبی مادرم بگو سرش از زانوی ما بگیره. پام درد کرد. حالا یاد میکنم پایم درد میگیره زانوم. این فاجعه من از سر تولد کرد بدون هیچ کدام مادر و بدون هیچ نهما و من اصلا اون وقت کودک نیستم. شما کی احساس همین فاجعه را کردید؟ چگونه خبر داشتید که یک مثلا مادر وفات کرده است؟ البته من معنی وفات کردن مردنش نمیفهمیدم که مادر من مرده است، اما وقتی که مادر کلانم در پهلوی اون غلطی توشش رفت فهمیدم که چه گپی شده. بعد من خودم از بالای 2 متر پایین پرتافتم. بعد 1 سال دراز مریض شدم چون که ضرب خوردم. سبب از همونجا دختر قشلاق به اینترنت رفتگیم همین مرگ مادرم بود. وقتی که من میمردم پدرم گفته است که اگر همین صحت شود زنده ماند، من هم یک بار بستم. همین زنده شود صحت ماند کجای میرود؟ ارتیست میشود، نمیدونم هواپیما رانندگی میکند، کجای میرود برود؟ ببینید اگر مثلا این فاجعه را سرچشمه اساسی درد شاعر شدن شما قبول کنیم، اگر بگویید که برای چی پس شعر اول شما مثلا مادر عنوان نگرفت و بهار عنوان گرفت؟ من خیال میکردم که بهار مادر من میروید مثل گل از خاک. همین حتی حاضرم مادرم در پشت خواب است میگم، بعد میگم که لاله میکارد برایم لاله رخسار خود را. حتی در مزار مادرم من لاله میبینم.